خوش اومدید به کانال من. امروز قراره با هم دیگه 3 حرکت رقص پایه فارسی رو با هم دیگه کار کنیم. پس بزن بریم. حالا که شب یلدا نزدیکه و قراره کلی رقص پایه کوبی داشته باشیم، بهتره که قبلش یه سری نکات رو بهتون بگم راجع به رقص فارسی. توی رقص فارسی کل وجود من باید برقصه. از خندیدنم، لبخندم، همیشه من یه ارتباطی بین خودم و کسی که باهاش دارم میرقصم باید برقرار باشه. از طریق چشمم، از طریق میمیک صورتم باید ارتباط برقرار کنم. بر فرض مثال همیشه من باید یه لبخند ملیح روی چهره‌ام داشته باشم که کسی که باهاش دارم میرقصم این حس رو داشته باشه که من دارم لذت میبرم وقتی باهاش میرقصم. تک تک وجود من، یعنی از بالا تا پایین باید برقصه. بند انگشت من میرقصه. اولین حرکتی که شما آموزش میبینید حرکت دست هستش که یه دستم میذارم بغل، یه دستم رو باز میکنم. همیشه یه شکستگی کوچیک سمت آرنجم دارم، هیچ وقت دستم رو صاف نمیذارم. یعنی این شکستگی همیشه هستش. یه خم بودن خیلی ظریف رو به مچ دستم هم میدم که حالت و استایل بدنم حفظ بشه. یه دست روی کمر، چون خیلی الان فعلا تک دستش رو کار کنیم. یه دست صافه. شروع میکنم انگار که یه وسیله رو دارم برمیدارم، میدل فینگر و انگشت وسطم رو خم میکنم به سمت پایین، دستم رو آروم آروم از سمت آرنج خم میکنم میارم به سمت بالا، میشه 1. میرسم اینجا دست رو باز میکنم میارمش دوباره به سمت پایین، میشه 2. پس شد 1 2 1 2. همین کار رو با دست بعدی من تکرار میکنم. پس نکته اصلیش اینه که انگشت وسطم برای اینکه قشنگتر باشه رقصم به سمت پایین میاد. خب ولی هیچ وقت انگشت شستم و انگشت وسطم به هم دیگه نمیچسبونم. همیشه یه فاصله بینشون هست. دستم رو صاف میکنم ولی این خمیه باید باشه. این خمیه هم روی مچ دستم باید باشه. شروع میکنم به چرخوندن دست. 1 2 1 2 1 2. این حرکت اول. انقدر این حرکت رو جلوی آینه انجام میدم تا کامل یادش بگیرم و دستم خیلی نرم رفت آمد داشته باشه. اعتماد به نفستون رو از دست ندین. اگه بدنتون خشکه مشکلی نداره. توی ویدیوهای بعدی بهتون یاد میدم که چه حرکاتی رو برید که بدنتون نرم‌تر باشه و آمادگی برای رقصیدن داشته باشید. حالا که تمرکزم رفت بالا و تونستم تک دستش رو انجام بدم، یعنی 1 2 1 2 1 2. دست بعدی رو انجام میدم. 1 2 1 2. وقتی تونستم اینقدر راحت و روون دستم رو تکون بدم، 2 تا دست رو با هم دیگه انجام میدم. یعنی یه دست به سمت پایین میره، اون یکی دست به سمت بالا میاد و همینطور برعکسش میشه. 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1. حالا همون کاری که برای دستم که به بغل بود انجام میدادم، همون کارو میارم جلو انجام میدم. خب دستم رو میارم روبرو که از بغل میشه این شکلی. دستم رو میکشم. 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2. از روبرو لوکش میشه این شکلی. 1 2 1 2 1 2. نکته اصلیش اینه که دستم رو نباید بیارم جلوی صورتم و همیشه دستم از گردنم و شونه هام یه مقدار پایین تر باشه که اون ارتباط بازم بین من و کسی که روبرومه برقرار باشه. میشه 1 2 1 2 1 2. تمرینش کنیم ببینم چه میکنیم. دوربین رفت یه ذره عقب‌تر که من کامل داشته باشین. این دفعه میخوام حرکت پا بهتون آموزش بدم. ساده ترین و پایه ترین حرکت پا توی رقص فارسی خم کردن زانو به سمت جلو و صاف کردنشه. چه شکلی میشه؟ از روبرو میشه این 1 2 1 2 1 2. از بغل میشه اینجوری. 1 2 1 2 1 2 1 2. همین کار رو میتونم ترکیبش کنم با اون رقصی که یاد گرفته بودم، حرکت‌های دستم. خب
که میشه 1 2 1 2 1 2 یا 1 2 1 2 1 2. این برای وقتیه که من سر جام ثابت هستم، ولی توی رقص خب همیشه نمیشه که یک جا وایسم، باید تکون بخورم. یه حرکت دیگه هم یاد میگیرم، حرکت رقص پای خیلی ساده ایه، حرکتیه که به بغل میره یه استپتاچ میخوره. چجوری؟ پاهم اندازه ارزشونه بازه، یه قدم میرم بغل یه ضربه، یه قدم میرم بغل یه ضربه، یه ضربه پنجه دارم، یعنی نوک انگشتم میخوره به زمین، یه تاچ دارم برمیگردم، میشه 1 2 1 2. خب حالا که اینا رو یاد گرفتیم قدم به قدم با هم دیگه مرورشون میکنیم تا با هم دیگه بتونیم ترکیبشون کنیم. اولین حرکت دست بودش که به بغل میرفتش، رفت آمد داشت، 1 2 1 2 1 2. خیلی آرومش رو میرم ببینی، 1 باز میشه 2 1 2. دست بعد 1 2 و 1 2. از رو برو 1 2 1 2 1 2. از بغل 1 2 1 2. حرکت پا رو به جلو 1 2 1 2. ترکیبش میکنم با این حرکت دست، میتونم ترکیبش کنم با این حرکت دست، 1 2 1 2 1 2 1 2. حرکت پا داشتیم، به بغل استپتاچ میخوردش، 1 2 1 2. با این حرکت دست ترکیبش میکنم، 1 2 1 2. یا با این حرکت دست ترکیبش میکنم، 1 2 1 2 1. نکته جالبش این بودش که قرار بود 3 تا حرکت بهتون آموزش بدم ولی شد 4 تا حرکت. 2 تا حرکت پا یاد گرفتید، 2 تا حرکت دست. اینا رو با هم دیگه ترکیب کنید. روی هر موزیکی که بخواید با توجه به ریتمی که اون موزیک داره میتونید جایگذاری کنید. اگه ریتمش تند باشه میتونید این حرکت رو تندتر اجرا کنید. اگه ریتمش کند باشه میتونید حرکت رو آرومتر اجرا کنید. بستگی به خودتون داره. زیاد موسیقی گوش بدید، اما اقسام موزیکای ایرانی مخصوصا گوش بدید که ذهنتون عادت کنه به اینکه ریتما رو بشناسین. بعد میتونید با توجه به اون ریتمی که داره حرکت رو جایگذاری کنید. مرسی که تا اینجا همراه من بودین. خیلی خوشحال میشم که کانال منو سابسکرایب کنید. توی کانال کلی ویدیوهای آموزشی دارم که خیلی به دردت میخوره. پس تا دیدن دیگر، بدرود.